خیلی خوشگلن. همینطوره مگه نه؟ به نظر منم. الان نمیدونم باید موهامو باز بذارم یا ببندم. به نظر من ببند. پس حتما باید بازشون بذارم. دویگو، امشب شام خانوادگی داریم، یعنی این برای من و ماجد خیلی مهمه. وای بزرگش نکن، مثل همیشه فوقش یه شام خانوادگی دیگه. هر جمله‌ای که اسم ماجد توش باشه برای من خیلی مهمه. درکم میکنی مگه نه؟ به اندازه کافی واضح بود. دویگو، ازت یه خواهشی دارم. امشب هر چیزی هم که شد اسم نریمانو جلو هیچ کس نیار. ما نریمان نداریم، اصلا نمیشناسیمش، باشه؟ اوه، دوتا آبجی دارن تنهایی حرف میزنن، پس حتما یه خبرایی هست. تصمیم گرفتیم کسایی که نمیشناسیم و بذاریم کنار، فقط هم. فخری، باید هر جوری شده اعتماد بابامو جلب کنم، وگرنه این خونه به جهنم تبدیل میشه. نمیتونم بیشتر از این معطل کنم. نریمان، نکنه امشب باید بریم ویلای ماجد. پلین، بابا تا عمو کریم دارن یه شرکت جدید تأسیس میکنن. فکر کنم موهامو باز بذارم بهتره. این شرکت جزء یکی از زیر مجموعه های شرکت آرجا اغلو میشه. فکر کنم میخوان یه برند جدید بزنن. مامان، منو چه به شرکت آرجا اغلو؟ راستشو بخوای این شرکت مال اونا نیست. اگه بگیم شرکت تو و ماجده بهتره. اگه تو و ماجد تو آینده با هم عروسی کنین، این شرکت یه هدیه عروسی برای شما دوتا میشه. چی؟ عالیه. اگه دست ماجد نباشه چی؟ اگه تو ویلا افتاده باشه حتما یکی گرفته. اگه تو ماشین یا قایق افتاده باشه حتما دست ماجده. اگه تو دریا افتاده باشه اون موقع بدبخت میشم. مثبت فکر کن عزیزم، بیا نفوس بد نزنی. یعنی حالت خوبش اینه که پیش ماجد باشه. آخه من چجوری دیدن دوباره اون آدم رو تحمل کنم فخریه؟ نریمان، به جای اینا فکر کن چجوری امشب از خونه بریم بیرون، باشه؟ آی اوه اوه آی رفتم خرید، زانوام درد گرفت. آی خسته شدم. آی چی شده؟ آبجی گلترجون، ما یه کمک کوچیک لازم داریم دیگه، آخریشه. نمیشه نه نمیشه. سلام. شب بخیر. از این ورا سپرایز بود ماجد جون. منم یکم پیش فهمیدم. اینجی و فیزه ترتیب شام امشبو دادن. کار خوبی کردین. یالا عزیزم. میبینمت. خب چی؟ نمیدونم این اتفاقات زیر سر کیه. هرچیم فکر میکنم به نتیجه نمیرسم. به خدا راز میگم من از چیزی خبر نداشتم. قرار امشب واقعا کاری مادراست. باور کن. یعنی نمیشه تو از یه دوره همیم خوشحال بشی؟ فرض کن شدم. یالا بریم. ماجد، من میخوام یه چیزی بهت بگم. من معذرت میخوام. به خاطر چی معذرت میخوای؟ به خاطر هر کاری که کردم و فکر میکنی بد بوده، اما تو هم خیلی داد زدی، قبول کن. بسیار خوب، بیا یه توافقی بکنیم. چه توافقی؟ از این به بعد کاری نکنیم که اصلا معذرت بخوایم. باشه، من پایم. خوبه؟ یالا بریم تو دیوونه.
وای ماجد. منظورم دیوونه عادیه. خوبه؟ آره. خیلی خوب، باشه، هر کاری میخواین بکنین. چی شده؟ یه وقت تو اتاق نریمان نریم. چرا؟ زشته داداش. دخترن دیگه، واسه خوشگل شدن هر کاری میکنن، حتی منم انداختن بیرون. ای بابا، داری از زیر زبونم حرف میکشی. اینا هم دلشون به همچین کارای خوشه دیگه. این که دوتایی اینجوری کارای یواشکی کنن و آروم آروم بخندن. باشه گلدر، باشه. خدایا به خیر گذشت. ما کجا میریم؟ عمو جون بگیم ویلای آرجا اوغلو پیدا میکنی؟ الو، سلام عمو حکمت، منم شاهیکا. خوبم ممنونم. میخواستم یه آدرسی ازتون بپرسم. آی عزیزم، چه کار خوبی کردی. به آقایون بود معلوم نیست کی دوره هم جمع می شدی. خب اونا حسابی درگیر کار و بارن. اما ماجد کمک دست باباش شده. پسر عزیزم، خوبه که برگشتی خونه. کار کیف منم خیلی خوب پیش میره خاله جون. همین اواخر از لندن سفارش جدید گرفتم. هنوزم سرت با این کارا گرمه؟ برند منو همه دنیا شناختن، ولی ماجد هنوز نمیخواد قبول کنه. خب حالا که هممون یه جا جمع شدیم، میخوام تصمیمی که در مورد شرکت جدیدمون گرفتیم و بهتون بگیم. من خیلی کنجکاو شدم. من و سلیم طی این سالها خسته شدیم، پیر شدیم. نه عزیزم، کی گفته من و تو پیر شدیم؟ بچه ها هم بزرگ شدن، دیگه باید کم کم بکشیم کنار. کریم، نکنه شرکت جدید مال ماجده هان؟ به من نگاه نکنین، تنهایی نمیتونم ادارش کنم. ما هم همین فکر رو کردیم و برات یه شریک پیدا کردیم. وای خدای من، وای. فخریه، من منصرف شدم. را بیفت. بفرمایین. دوستم ماجد آرجا اوغلو رو میخواد ببینه. بگم کی اومده؟ نشناختینش ای بابا؟ نریمانه، خواهرزاده سلیم خان. فخریه خانم خوش اومدین، بفرمایین. تو خونه ماجد خان یه چیزی جا گذاشته، واسه همین اومده. که اینطور؟ آره.
خب شریک تو قراره آقا ماجد، ملاقاتی داری، دم در منتظرتونم. کیه؟ نریمان. معذرت میخوام. ای بابا، خب چرا زنگ در رو میزنین؟ بفرمایید. سلام مامان. من شاهیکا. سلام. چی کار داری؟ من اینجا یه دست‌پنجه جا گذاشتم. خیلی برام با ارزشه. خب شاید الان مسخره به نظر بیاد، ولی راستش اون دست‌پنجه‌ام اینجا نه، تو قایق انداختیش. هر جا انداختیش از همونجا میگیری. این حرفت یعنی چی؟ تو قایق میبینمت. فردا شب ساعت 10 اگه دیر بیای میندازمش همون جایی که افتادی. باد درخت‌ها رو خراب میکنه، آتیش رو خاموش میکنه، درا رو میبنده. میدونم اونم همون کار رو میکنه. مثل درختی که بادو میشناسه، منم حس میکنم قراره چی بشه.
ماجد کی اومده بود؟ مهم نیست. راجع به شرکت بود. باشه. چیزیو که از دست ندادم. یکم بعد میفهمی. بیا. نریمان دختر صبر کن. چی شده؟ بریم فخریه. ماجد کجایی پس؟ معذرت میخوام. همه چی رو به راهه؟ آره، بهترم میشه. خب چه خبره؟ ماجد اصلا باورت نمیشه. خب گوش میدم. سلیم، میخوای خودت بگو؟ نه، طرف من شوتش نکن. زود باشین. من بگم. لطفا کنجکاوم بدونم. شراکتتون با پلین مبارک باشه. البته این شرکت اولشه، ایشالا شاهد شرکت‌های بعدیشون هم باشیم. چه شراکتی؟ شرکت جدیدو قراره تو و پلین با هم پیش ببرید. شاهیکو، شاهیکو دخترم. مامان. آره مامانتم. خوش اومدی دخترم. بازم بگو. مامان. خوش اومدی عزیزم. همه جا رو گشتم، پرسجو کردم. میدونم، خبر دارم. پس چرا نخواستی منو ببینی؟ مامان بذار من. شاهیکا نرو، لطفا نرو. باشه، هیچی نمیپرسم. نرو نرو. کی اومده گلتر؟ دخترمه داداش. خوش اومدی دخترم. ممنونم. شاهیکا دست دایی فایزه تو ببوس. شاهیکا خسته است، بذار استراحت کنه. آره واقعا. تو رو خدا نریمان بگو چی شده؟ ماجد چیز بدی گفت؟ نکنه دستبند اونجا نبود؟ آخه عزیزم تو به خاطر همین ناراحت شدی؟ نکنه دستبند رو انداختی تو دریا؟ یالا نریمان تو رو خدا حرف بزن دیگه. تو دست ماجد بود فخریه. نداد بهت؟ نداد. چرا؟ در مقابلش میخواد یه شب و تو قایق بگذرونی. نه بابا، نکنه دیوونه است. ای بابا. بیا بالا دخترم، بیا تو اینجا با فخریه و نریمان بشین. بدش من، با اونا بشین، من یکم بد میام. دخترا ببینین این شاهیکاست، این نریمانه، اینم فخریه. خب دیگه شما با هم صحبت کنین، من بعدن میام. برو تو دیگه دخترم، پاشو نریمان. سلام دختر. برو. سلام. برو. سلام، خوبین؟ سلام.
آبجی گلتره؟ فقط تو یکی رو کم داشتیم. اوف. فخریه، اگه بازم زنگ بزنه چی؟ میدونم از دستم ناراحتی، جلوی خونم، تا وقتی نیایی دم پنجره نمیرم. چی کار کنیم فخریه؟ نمیدونم نریمان. یالا نریمان. چشمت روشن گلتر. بعد از سالها دخترم اومد. دیگه از خدا چی میخوام؟ باباش میدونه اینجاست مگه نه؟ میخواستی هنوز نرسیده ازش میپرسیدم داداش؟ اون آدم کم بهت آسیب نرسوند. بازم نیاد و آرامش ما رو به هم نزنه. دخترم اومد داداش. اومد پیش مامانش. شاهیکا دیگه 4 سالش نیست داداش. نمیبینی؟ دختر بزرگی شده. هر جا دلش بخواد میمونه. اگه مامانشو بخواد با مامانش میمونه. اگه شاهیکا بمونه پس باید باباشم از بودنش راضی باشه گلتر. خودت میدونی چی کار کنی. خب یه چیزی بنویس. ای بابا. بهش میگم نمیخوام ببینمت. چرند نگو نریمان. اینجوری بنویسی اصلا نمیره. چیز بگو بابام پیشمه، فردا میبینمت. باشه. اوف. یالا دیگه نریمان. بیا بیرون نریمان. نمیرم. بجو. فخریه این شناسی نمیده. فردا میبینمت. دوست دارم. وای، عجب چیزی هستی یا. عشق هر موقع بیاد با خودش طوفان به پا میکنه. عشق و محبت. تو همیشه تو قلبم بمون. کنارتم.
ببینم مامانم کی خوابید؟ خیلی وقته. چند شب بود تا صبح نخوابیده بود. امروز بازلی حرف زد راحت شد. اصلی چطوره؟ حالش خوبه؟ خوبه. بهت سلام رسوند. اصلی رو ببین. از همه زرنگ‌تر بود. چشم به راه عروسی تو و نریمان بودیم. الان باید صبر کنید. شناسی بین تو و نریمان چیه داداش؟ فاصله است آبجی. خیلی فاصله زیادیه. هرچی میدوام هم بیشتر میشه. واسه نریمانم خیلی سخته. بهش فشار نیار. درکش کن شناسی. وقت بده خودشو جمع و جور کنه باشه. من وقت ندارم آبجی. نریمانو از دست میدم. نمیفهمم واسه چی تو انقدر نگرانی داداش جون؟ ماجد آرجا اغلو. ببینم وقتی مدیر موفق شدم اون موقع چی میگی؟ همه از من حرف میزنن. به خاطر اینکه بقیه راجع بهت حرف بزنن این کارو نکن پلین جون. تو الان به من حرف بدی زدی؟ میتونم اینا رو با خودم ببرم؟ نمیشه. آی خیلی خسیسی. درست مثل بچگیات. میگفتی مال منه و به کسی نمیدادی. این یعنی چی؟ تو قایق میبینمت. فردا شب ساعت 10. اگه دیر کنی میندازمش همون جایی که تو افتادی. باشه. برگه های تو رو نخواستم. از اینترنت پیدا میکنم. من نمیتونم زنگ بزنم داداش. شایکا تا امروز تحت سرپرستی پدرش بوده. الان اینکه کجاست یا با کیه حقشه که بدونه. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست؟ هیچ راهی نیست گلتر. شایکا امشب مهمون ماست. مهمون؟ اگه قراره دخترم تو این خونه مثل مهمون باشه من کیم داداش؟ سالها تو این خونه پرستار نریمان یا خدمتکار تو بودم؟ عیبه. مجبورم کردی بگم داداش. من کبریت دادم و تو هم به آتیش کشیدی. خیلی خوشگلی. چی شده پلین؟ الان دیگه با خودت حرف میزنی؟ نه عزیزم، با این حرف میزنم. این واقعا فوق‌العاده است ماجد. پلین میشه بذاریش همون جایی که بود؟ نمیذارم. پلین گفتم بذارش سر جاش. باشه، به دروغ نمیگم. میدونم اینو قبل پارتی گرفتی. راستش فکر کردم به من میدی. اما خب شاید با یکی آشنا شدی که از دادنش به من منصرف شدی. داری اشتباه میکنی. باشه،
باشه پس نمیخوام بازم اشتباه کنم، خودت بگو. پلین بسه، دیگه خسته شدم. این مال کیه ماجد؟ یعنی میتونه مال نریمان باشه؟ چه فکری داری؟ چی کار میکنی؟ به چی فکر میکنم؟ به اینکه چطور زندگیمو نابود کرد. اینکه چطور برم تو تا بابا منو نبینه فخریه. اوف، آره واقعا. کسی که تازه یه بار دیدمش چطور قاطی این ماجرا میکنی پلین ها؟ نریمان کجا من کجا؟ ماجد معذرت میخوام، باشه زیاده روی کردم. اونم خیلی زیاد. باشه بگیر، اینجاست. وقتش رسید به هر کی میخوای بده. راضی شدی؟ ماجد لطفاً میگم معذرت میخوام. خب فقط کنجکاو بودم. میخوام به همسر آیندم بدمش، تا اون موقع دست مامانم میمونه. جدی میگی؟ تا هنوز وقت نکردم بهش بدم. پلین کجا میری؟ عمه تو کی هستی؟ شاهیکا. نمیدونم چی بگم. تعجب کردم. مطمئنم خیلی با ارزشه. واقعا که معرکه است. واقعا قشنگه، به تو هم خیلی میاد. خیلی ممنون. ماجد، از کجا به ذهنت رسید؟ با همکاری بابام بود. راستش بابام میخواست یه گردن بند برات بگیره، ولی فروخته شده بود. بقیه‌شو تو بگو بابا. قصه نخور، به نظر من که فوق‌العاده است. همینطوره. خب خیلی وقت بود میخواستم یه کادوی خاص و چیزی که واقعا با ارزش و ناب باشه بگیرم برای همسرم. من خواستم انگشتری که میندازی مال همسر آیندم باشه مامان. اونم گردن بند نخرید، پس اینو انتخاب کردم. آره دقیقاً، به خودش سپردم. خیلی ممنون کریم. از هر دوتون خیلی ممنونم. این واقعاً برای من خیلی با ارزشه.
این انگشتر به زودی از من به عروسم، از عروسمم. ببین شروع شد. ماجد تو واقعا خیلی رمانتیکی. از اولین زن زندگیت مادرت به آخرین زن زندگیت همسرت. اما به نظرم خاله جون، به نظرم بهتره به اون انگشتر عادت نکنید. یعنی میدونید که امانته. ببینیم این انگشتر فوق‌العاده مال کی میشه. خیلی کنجکاوم. خب چند سالتی؟ بیخیال، از تو بزرگترم. خب قبلا کجا بودی؟ یعنی کجا زندگی می کردی؟ شاهیکا با باباش زندگی می کرد. اما دیگه اینجا کنار ماست. مگه نه دخترم؟ دیگه جایی نمیری؟ امه چرا قبلا به هم چیزی نگفتی؟ واقعا که مامان از من چیزی نگفتی؟ نکنه فراموشم کردی؟ مگه میشه؟ اما فراموشی جداست. از تو چیزی نگفتنم جدا. شاهیکا عزیزم، حتی یه روزم نبود بهت فکر نکنم، اما وقتی به زبون می آوردم اینجا بغض می شد تو گلوم. تو نمیتونی درک کنی. نریمان جون، من لباسمو تو کمدت آویزون کردم. خب مشکلی که نداره نه؟ نه بذار. اومدم بگم خیال پردازی نکن، اما انگار خیلی وقت تو فازشی. لطفاً یه امشبو خراب نکن دویگو. پلین دویگو، اون انگشتر انقدر به دستم می اومد کاش بودی و میدیدی. پلین به خودت بیا. ببین یه روز به خاطر این خیال بافیات بدجور ضد حال میخوری. چی میخوای دویگو؟ فقط میخوام تو زندگیت واقع بین باشی پلین. همش بر اساس احتمالات زندگی تو میسازی. ببین عزیزم، امشب من و ماجد شراکتمون رو شروع کردیم. این احتماله؟ یا این که انگشتر تو دست خاله جون بالاخره یه روز مال خودم میشه؟ پلین ببین نمیخوام ناراحتت کنم، اما پس ناراحت نکن. باشه وایسا، بیا بگو، تو دلت نمونه. شاهیکا یه چیزی بگم عصبانی که نمیشی مگه نه دخترم؟ چی شده؟ میشه شماره باباتو برام بنویسی؟ چرا؟ دلتنگشی آره؟ وای خدا نکنه. دایی فایزت یه خورده سخت گیره. اون میخواد چی کار؟ چرا میخواد احوال بابا ما بپرسه ها؟
نه عزیزم، داییت فقط میگه درست نیست که شاهیکا بیخبر از باباش تو این خونه بمونه. تو هم شمارشو بنویس، من با بابات حرف بزنم. نمیتونم. چون بابا مرده.